ایران نه به دنبال بمب اتم هست و نه نیازی به بمب اتم داره. ملت ایران چه احتیاجی به بمب اتم داره؟ ملت ایران 7000 سال تاریخ بدون بمب اتم داشت و برای دفاع از خودش نیازی به بمب اتم نداشت. حق مسلم ماست. انرژی هستی حق مسلم ماست. حق مسلم. تجسم یک رویا. بابا این چه زندگیه؟ گفتم بابا من یه سرباز گمنامم. من حق ندارم واسه داشته باشم. من حق ندارم توی خونه یه CD آهنگران گوش. بابا من حق ندارم یه هیئت درست کنم، یه شکم زنجیر بزنم. من حق ندارم وقتی بچه میخوان یه فیلم روایت فتح کنم من دیگه از این خرتر نمیشم. آخه ما حقی داریم دیگه. کدوم حق؟ ای بابا کدوم حق؟ اگر از همه جا مانده و از همه جا رانده اید، حق مسلم خود را باور کنید. با انرژی هسته‌ای کانون خانواده را غنی کنید. واقعا نمیدونم با چه زبونی از آقا محمود تشکر کنم. واقعا وقتی منو با حق مسلم پیونداد، اصلا پیوندای زندگی من جوش خورد. خیلی واقعا جوش، یعنی کنه‌ای خورد. میدونی مثلا کلا با منزلم تصمیم گرفتیم که تو خونه‌مون یه نیروگاه را بندازیم. تقسیم کار کردیم. من گاز هگزا میزنم، منزل که زرد درست میکنه، بچه‌ها هم تو آب سنگی خلاصه شنا شروع میکنن، حالا شروع میکنن. زندگی پرجوش و خروشی داریم در کلیت. اصلا بابا چند بار من بگم این ایزوتوپای اتاق خواب بچه‌ها تنظیم کن اینجوری مشکلات ایجاد نکنه دیگه. عیب نداره، زندگی از این بالا پایینی‌ها زیاد داره. من به همه خانواده‌ام پیشنهاد میکنم که همشون با هم برن زیر آبشار حق مسلم. جون 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 به جونم من، زندگی شیرین میشه با حق مسلم. نکته‌ای که باید توجه داشته باشید اینه که باید پاشو چی صفر کنید. جفت باشن باید صفر کنید. یعنی پای این قضیه باید صفر باشه. اگه شل باشه چی؟ نشتی میده. تشعشعاتش هم همونطور که میدونید عوارض جانبی داره. البته اگر هم خیلی صفر باشه کل تأسیسات دچار مشکل میشه. قسمت بعدیش اینه که سطح کار همیشه باید چی باشه؟ خشک باشه وگرنه میسوزه. برای این کار میشه از این مواد استفاده کرد. مثلا من از این مواد استفاده میکنم، یا اینکه میتونید از این موادم استفاده کنید. توی کارم مواظب باشید تا حداقل تماس رو با سطح کار داشته باشید تا آغشته نشید. مثلا تو این قسمت این قطعات کامل مواظب باشید. کامل باید مواظب باشید، چون چیزی نیستش که به این سادگی هم من خودم چندین بار تجربه داشتم که وضعیت خیلی بیریختی پیش اومد که هر موقع من خودم یادم میاد تو این قضیه دوچار یه سری بله همونطور که میدونی، همونطور که گفتم نباید زیاد صفر باشه، چون که چی باعث میشه صدای بچه در بیاد. الان کار ما تمومه، بچه سبک شده. من پیشنهاد خودم اینه که پیشنهاد خودم به همتون اینه از لاستیکی حق مسلم استفاده کنید. مارک خوبیه، حق مسلم و شرکا. خیلی بچه هم توش راحت میتونه از این چی استفاده کنه. وای 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 چه ناز بچم، چون میپوشه لاستیکی حق مسلم. برادر شما با این جدیت و با اینو چیزایی که داری چی میخوای بگی؟ من اومدم اینجا بگم من این حقو میگیرم. من کوتاه نمیرم از اینا، شلبل میکنم همه رو. من نشناختید تریت ایولایی هم که از لواش واسه میزنم بالا. بچه‌ها بهم میگن خوشگل وحشتناک، من بهشون میگم آقای خودتون تریت. من از اینا کوتاه نمیام. همین. براوو، احسنت. این همه انگیزه رو از کجا آوردی؟ اما از مسئولیتش، از برق نگاش، از اون قلب شهرش تریت. آخه بابا زحمت کشیدیم پاش، 6 ساله داریم برای جون میکنیم، بزرگش کردیم. حالا یکی میخواد بدین حق همو بگیره، هر کی میخواد باشه، بچه این محل باشه تریت، یا حتی 2 تا کوچه پایین‌تر. اگه تمام محلشون هم برداره بیاره، من از این حق چی کوتاه نمیام تریت. نظرت درباره تحریمات چیه؟ باریکلا اصلا واسه همین اومدم مجلس تحریمشو بگیرم تریت. یعنی اول حقو میگیرم، بعد مجلس تحریمو میگیرم، بعد اون حقی رو گرفتم میارم میدم دستش. یعنی میدی دست مقام عظمای ولایت؟ مقام عظمای ولایت کدوم قریت تریت؟ میدم دست مسلممون دیگه. کی؟ مسلم میگم یه داش ناتنیمه. به من گفتن یکی حقشو میخواد بالا بکشه. اومدیم بگیریم. من کوتاه نمیام سر این قضیه. بابا داداش اشتباه گرفتی. مسلم کیه؟ اون مسلمه. انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. کی اشتباه گرفته من؟ یعنی کسی حق مسلم ما رو نخورده؟ یعنی چی؟ لااقل
حالا که ما تا اینجا اومدیم لااقل ماستشو بدیم بخوریم. سالادم بود قبول میکنیم ها.